حالا بچه‌ها گل زدن، ما دیگه خیالم راحت شده، داریم فیلم میگیریم که بقیه گل‌ها بسیار هم خوب. آره اینو باید این مقدار زودتر میزنن. آره بچه‌های خورده خستن. Hey, you gotta step up a little more. Yeah, maybe 3 yards. آخ. حرکت خوب بود. پیشبینی ما اینه که این تیم سیاه‌پوستا خیلی کم کم از اون چیزشون افتادن، اونا هم خسته شدن، بر نمیگردن و بچه‌ها میزنن. یه تک به تک بود که ما دوربین جامون اینجا باز بچه‌ها دروازه‌بانشون دروازه‌بان خوبیه، باید یکم زمینی بزنن به نظرم. اون زمینی هم میگیره گوشه بزنن زمینی. خوبی از هواداران مشتاق بگیریم، واقعا بچه‌ها در حد تراکتور واقعا تمیز کردن. آقا رضا پدر منده. آره حرکت خوب بود. یک هیچ بچه‌ها جلو هستن، چندین تا موقعیت داشتن، در حد 6-7 هیچ موقعیت داشتن، ولی یه دونه هم اونا زدن به تیر، البته ناگفته نمون از حق نگذاریم. یه دونه خیلی واقعا شانسی بود، خیلی یه جایی زد که فقط این بچه‌ها باید اختلاف بکنن 2 تا که یهو ممکنه بازی به حساسیت کشیده بشه و سخت شه. هفته پیش نیومدی؟ آره هفته پیش هم مسافر بودم، ولی شنیدم که چقدر چیز شدن. آره بچه‌ها رو اذیت می‌کنن. ما کلاً زودتر اعصابمون نسبت به خارجی‌ها زودتر اعصابمون خورد میشه، برای داوری که اذیت می‌کنه برای ما سخت‌تر میشه. حالا امیدوارم اینجا این دفعه راحت ببریم. داور این آقا هستن که با لباس شخصی همینجا تکلش می‌کنه. اون اونور وایساده بود، دست اون نمی‌رسید. یه دونه گل بزنید که ما در تصویر داشته باشیم. آخه خیلی سو کلاس. نیمه اول داره 20 ثانیه 20 ثانیه دیگه تمام شه. 15 ثانیه دیگه الان شمارش معکوس. بچه‌ها 15 ثانیه دیگه نیمه اول بنداز واسه خودش. آخ 5 ثانیه که نباید این کارو بکنین که آخه. تموم شد بچه‌ها